هیولای آفرود چینی. این ماشینی که اینجا میبینید BYD لئوپارد اش هستش که برای رقابت با بزرگان وارد این صنعت شده. امروز میخوام بهت باحالترین و خفن‌ترین چیزایی که این خودرو ارائه میده نشون بدم. یه موتور 4 سیلندر 2000 سی سی داره، ولی به همراه موتورهای برقی میتونه 740 اسب بخار قدرت تولید کنه و 0 تا 100 رو توی 4.8 ثانیه بره. فقط مصرف سوخت خودرو رو نگاه کن، 2.9 لیتر هر 100 کیلومتر، به خاطر اینکه این خودرو هیبریده. رانندگی تمام خودکار داره، همه جا از چرم، چوب و فلز، حتی این قسمت زیری هم از چرم تشکیل شده و حتی سقف این خودرو هم آلکانترا هستش. 22 تا اسپیکر از برند DVLA داره و همراه اسپیکرهای پشت سری راننده و شاگرد. محفظه داره که از اینجا میتونید دماشو بین -6 تا 6 درجه تنظیم کنی و با یه فشار از 35 درجه تا 50 درجه غذاهاتو توش گرم نگه داری. 3 تا مانیتور بزرگ داره. معمولا مانیتور مرکزی 15 اینچه توی کمپانی ها، ولی این ماشین 17 اینچه مانیتور وسطش و میتونی با ماشین و قسمت‌های مختلفش بازی کنی. اگر ماشین رو روشن کنی به این شکل دنده میاد بالا. از اینجا میتونی حالتهای رانندگی رو عوض کنی و از اینجا هم حالتهای رانندگی آفرود رو میتونی بیاری. وقتی رو حرکت میذاریش مثل تسلا تمام ماشین‌های دوربر و تمام آدمای اطراف رو نشون میده. نه فقط اینجا، بلکه اینجا هم حتی نشون میده و حتی شما میتونید بچرخونید خودرو رو. دید به عقب سخته، اینجا شما به جای آینه دوربین دارین و به جز این دوربین یه دوربین هم برای جلو دارین که بیاید عکس بگیرید و به جز اون دوربین هم اگه اینو بچرخونید یه دوربین سلفی هم این بالا دارین. 2 تا شارژ بیسیم داره که هر کدوم تا 50 وات رو ساپورت میکنن. راش وکیوم دارن. صندلی عقب کاملا تنظیمات برقی دارن و حتی ماساژور رو حتی گرم کن و سرد کن صندلی هم دارن. با این دکمه اینجا میتونی با شیشه اینجا رو بالا پایین کنی. یه بار دیگه فشارش بدی میتونی سانروف رو باز و بسته کنی. نظرتون درباره این هیولا چیه؟ آیا با این خودرو BYD میتونه جا پای بزرگا بذاره یا نه؟